وزارت کارهای داخلی روسیه در کانالش در یوتیوب ویدیوی نخستین بازپرسی و قیافه نفران گمانبر در حمله خونین به مغازه پتیوروچکا در دهه نوپتروفسک در کنار شهر ایستری ولایت مسکو واقع در 70 کیلومتری شمال و غربی شهر مسکو را نشر کرد. در ویدیو 3 نفر 8 نفر دستگیر شده دیده می شوند، ولی وزارت کارهای داخلی روسیه نام و ملت دستگیر شدگان را نشر نکردند. آنها را تنها زادگان یکی از کشورهای خارجه نزدیک یعنی اسنگ نام برده است. در ویدیو آواز دستگیر شده ها را هم خاموش کردند، ولی دیده می شود که آنها قیافه به اصطلاح آسیایی دارند و ظاهرا از آسیای مرکزی اند. کمیته تفتیشات نیز قبلا با لحن دیپلماتی دستگیر شده ها را 4 شهروند یکی از کشورهای همسایه نام برد و اسم یگان کشور را نآورد، ولی رسانه‌های روسیه با تکیه به منابع خود خبر دادند که دستگیر شدگان همه زادگان تاجیکستانند. در این بین تنها منبع لنترو دستگیر شدگان را شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان نام برده است. شعبه تفتیشات شهر ایسترا این قضیه را بر اساس 2 ماده کودکس جنایتی روسیه قسم 4 ماده 162 غارتگری و قسم 4 ماده 111 رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی که باعث مرگ انسان شده است تفتیش میکنند. اکنون برای 4 نفر دستگیر شده برای 70,000 روبل از 8 تا 15 سال زندان و برای کشتن زن کثیر نیز تا 15 سال زندان تهدید میکند. حمله به مغازه ساعت قریب 12 شب 8 بانوم فوریه وقتی روی داد که مغازه باید بسته میشد و مدیر مغازه ناتالیا پاشکووا شوهر او سرگئی پاشکوف که برای بردن زنش اومده بود و کثیر لیودمیلا ویاتکینا کارها را به ثبات رسانیده منتظر شوهر ویاتکینا بودند تا مغازه را قلف کرده خانه به خانه بروند. غارتگران 4 نفر بودند، ولی تنها 2 نفر آنها به مغازه در اومده، یکی دیگری در پشت فرمان ماشین منتظر شریکانش ایستاده است و یکی دیگر را در پهلوی مغازه قرول ماندند که اگر مبادا آدمان یا پلیس به سوی مغازه بیایند درون بوده ها را خبردار کند. 2 غارتگر نقابپوش مسلح با بیته های بیسبول در قفای مغازه را تق تق کردند. ویاتکینا با این خیال که شفرش آمده است به گلزوک نگاه نکرده در را گشوده است. غارتگران وارد مغازه شده هر 3 نفر در داخل بوده را لطو کردند. در نتیجه ویاتکینا بر اثر جراحت برداشتش در جای حادثه جان داد. مدیر مغازه و شوهرش جراحت‌های جسمانی برداشتند. غارتگران سپس سیف مغازه را کشودند، ولی همگی 71,000 روبل را پیدا کردند. آنها پولها را در جیب خود مانده از جای حادثه فرار کردند. در حال فرار در کوچه آنها به شوهر ویاتکینا که به سر زنش آمده بود روبرو شده او را هم کوفتند و چرخهای ماشینش را هم شکاف کردند تا که آنها را پیگیری کردن نتواند. غارتگران بعد این همه به خوابگاهشان در دهه چسنکووا که از مغازه غارت شده یگان 50 کیلومتر دورتر بود رفته آرامانه میخواستند بخوابند، ولی کارمندان پلیس با ایز گرم این جنایت را کشوده الکی ساعت بعد غارتگران را از جاگهشان در آن خوابگاه دستگیر کردند. عبدالله دولتوف رهبر اتحاد تاجیکستانی های روسیه در صحبت با گازت رو این 4 نفر بازداشت شده را داغ ننگین برای ملت نامید و گفت داغدار کردن آبروی مردم جنایت آنها را باز هم منفورتر و ملعونتر نشان میدهد. من برای چنین آدمان جزای از همه سخت را طلب دارم. برای ما دردآور آن است که آنها مردم ما را بی آبرو میکنند. از همه بعدش آن است که آنها را باز مسلمان خواهند گفت. در چنین آدمان ذره مسلمانی نیست. حیات انسان در اسلام از همه ارزشمند است. ثروت‌های مادی در برابر حیات قدری ندارند، ولی اینها برای نفس بد خود دست به جان یک انسان زدند و از این رو سزاوار شدیدترین جزایند، گفته است دولتوف.